آقای دکتر خسته نباشه. سلام. ما از صبح کلا حس بویایی مسکار افتیا هیچ چیزی نمیتونیم بوی بکشیم. میره معافی ما رو بی زحمت اقدام کن. کلا حس بویایی کلا تعطیل افتاد. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. شما این دارو رو الان مصرف کن. اگه خوب نشدی من معافیتتون میدم. موافقم. بله. چیش هست دکتری؟ مصرف کن. چیش؟ دکتر پشکله که دیدی حس بویایی کار میکنه. پاشو گم شو برو سر خدمت. نه دکتر گم شو. آقای دکتر خسته نباشه. واسطه‌ای که نمیدونم در جریان هست دیشب خمپاره بزنه. خمپاره بخور دم رد ما. همون کلا حافظم اصلا نیست. همون اینجا کجاست؟ یادم نمیتونی معافی ما رو درستی. حافظت از دست دادی. آره یه دارو بهت میدم خوب نشدی معافیت میکنم. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. دکتر رو که پشکل است. چیکار میخوای بگیم ما؟ نگفتم اگه حافظت از دست دادی. نه پشکل فقط ببین گم شو برو سر خدمتت. فقط اضاف میزنم ها. آقای دکتر سلام. سلام. چرا لهجه عوض شده؟ آقای دکتر من خودم عوض شدم. اصلا چند وقتی خیلی مهربون شدم. دلم شده اندازه یه گنجش. دیروز تو عملیات اصلا نمیتونستم تیر بزنم. آقای دکتر وقتی تو پادگان راه میرم همینجوری اسلحه‌مو میدم به همه. میشه معافم کنید یه موقع خدای نکرده اسلحه‌مو ندم به آدم بعدا. لطیف شدی آره. باشه عزیزم من یه دارو بهت میدم بخور خوب نشدی معافیت میکنم. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. برو رو قوطی شماره 3 پشکل نره دیگه ول کن دیگه قوطی نه. مگه به جز قوطی دیگه نداره. ببین چه خشن شدی الان از یه سگ هارم خشن تری. پاشو گم شو برو سر خدمتت. زندگی عین دریای بی‌پایان